اینجا هستیم که بگیم که نقطه نظر من به عنوان بازیگر چیست در مورد این اتفاقی که افتاد. وقتی که عتیق رحیمی این کتاب رو نوشت و در سال 2008 جایزه گونکور رو گرفت، خب خیلی سر صدا در کرد و بلافاصله با من تماس گرفت، گفتش که من میخوام این رو یک سناریو ازش در بیارم و این سناریو رو میخوام فیلمش کنم و دلم میخواد تو توش بازی کنی. بعد من بهش گفتم که کدوم نقش رو بازی کنم؟ گفتش نقش مرد رو. گفتم آها، چرا به من فکر کردی؟ چرا همچین سوالی میکنی؟ گفتم نمیگم چرا به من فکر کردی؟ گفت برای اینکه من فکر کنم تو تنها کسی هستی که تو میتونی نقش رو بازی کنی. گفتم خیلی متشکرم. بعد من نگاه کرد، گفت نکنه از اینکه این کلامی نداره به خاطر اونه. گفتم به هیچ وجهی نیست، فقط خواستم بگم که چرا من انتخاب کردم. یک مدتی گذشت، همونجوری که میدونید ساخت فیلم خیلی طولانی تره تا بردن یک پیس تئاتر صحنه. پیس تئاتر رو میگیم در این تاریخ شروع میکنیم، تاریخ هم تمام میشه، تمرینا 50 تا اجرام داریم، تمام میشه میره. فیلم بیچاره میشدم. گفتم که من فکر کنم که عتیق کم کم من باید اونجا اصلا بمیرم، نه شام میاریم روی جلوی دوربین. گفتم امیدوارم به اونجاش نرسه. خلاصه کم کم مقدمات کار فراهم شد و قرار بود که بریم در کابل و اونجا فیلم برداری شروع بشه. یعنی ایدئال این بود برای خودش و برای هممون که بریم در محل، اون انرژی اون محل، اون مکان. تهیه کننده فرانسوی، دو تا تهیه کننده فرانسوی و آلمانی بودن که بیشتر فرانسوی میشه گفت که بیشترین سرمایه گذاشته بود. اینها مخالفت کردن با رفتن ما به کابل از نظر اینکه خرج بیمه بازیگرا خیلی میره بالا، ولی اونجا چون منطقه جنگیه، منطقه جنگی، بنابراین هزینه‌های زیادی رو باید متحمل می‌شدن که گفتن نه کجا بگیریم لوکیشن رو؟ گفتن بگیریم مراکش، چون اخیراً هم که خیلی می‌دونی خیلی مد شده میرن مراکش، برای اینکه اتفاقاً شاه مراکش گفته که باید در رو باز کنیم برای کسی که میخوان فیلم بسازن. این چیز خوبی است برای ما، اتفاق خوبی است و به خاطر همین خیلی سرمایه گذاشتن و خیلی مجهز و خوب است. در اروپا هم برلنه که خیلی جای مناسبیه برای کسی که فیلم میسازن، به خاطر اینکه هزینه‌ها پایین‌تره و خب امکاناتشون هم بسیار خوب. شروع کردیم مقدمات کار رو فراهم کردن و تکست رو خوندن و اینها. عتیق با ژان کلود کاریخ تصمیم گرفتن که سناریوی فیلم رو بنویسن. این سناریو رو با هم نوشتن. ادپتاسیون این کتاب هم نهال تجدد همسر ژان کلود کاریخ انجام داد. انتخابی هم که برای بازیگرا کرده بود گلچهره فراهانی بود و من از ایرانیا و صدا بردار دانا فرزانه پور، یک خانمی که از آلمان میاد افغان، یک جوان دیگه که از آلمان هم میاد افغانی و بقیه بازیگرها هم از مراکش انتخاب شدن. ما قبل از اینکه بریم به مراکش یک شبی دور هم جمع شده بودیم، همه بودن بازیگرها، همه بودن اینها، من جمله ژان کلود کاریخ که در اون جلسه بود. شامی صرف شد و اینها. شب قبل از اینکه از هم جدا بشیم ژان کلود کاریخ به من گفتش که حمید تکست تو هر چه زودتر یاد بگیر. و من خندیدم. یعنی همین در واقع همین ریاکسیون، همین واکنش
و خیلی سریع به همدیگه نگاه کردیم و خندم رو فرو خوردم. به من گفت دیالوگ درونیش رو یادت نره، من دارم دیالوگش رو می‌نویسم. و همین آویزه گوش من شد و فهمیدم که این کار یعنی تمام اتفاقی که داره میفته به عنوان سنگ صبور این زن که تمام این داستانها رو داره بر من تعریف میکنه و تمام بلاهایی که من سرش آوردم، تمام این خشونت یا بی‌توجهی ها رو که به من میگه، من در درونم باور کنین پشواک میکرد، اکو میداد درونم. یعنی من جوابها رو میدادم بهش، فریاد میزدم، اون تو فریاد میزدم. ما قبل از اینکه فیلم برداری شروع کنیم چند تا تمرین کردیم، نشستیم تو همون موقعیت، من دراز کشیدم، سرم تو دستم، گلشیفته تکستشو میگفت و من در همون حال جوابشو میدادم. مثلا بهش میگفتم ای کثافت فاحشه، فریاد میزدم این بلاها رو سر من آوردی، من جون ندارم که تکون بخورم از جام، وگرنه میدید چه بلایی به سرت میآوردم. و این کم کم همین جوابها و فریادها رفت در درون. باور کنین مثلا پلان سکانس داشتیم که 5 دقیقه طول میکشید و این 5 دقیقه من میبایستی که همینجوری که دراز کشیدم به این صورت چشمها باز به سقف بدونی که تکون بخورم 5 دقیقه تمام باید خودم نگه می‌داشتم و جواب این رو وقتی سوالی که من می‌کرد یا چیزایی که من میگفت من جوابهاشو میدم، فریاد می‌زدم و این تو در درون من اینجوری این قوقا در درونم بود که وقتی میگفت کات که می‌کرد، من بلندم که می‌کردن پشتم خیس آب بود. یعنی اتفاقی که در من میافتاد. اینایی که میگم به خاطر اینه که ببینید که به عنوان بازیگر چه زندگی کردم. به نظرم برای خود من یکی از بزرگترین تجربیات بازیگریم بوده. یعنی بازی کردن در نابازی کردن، نمیدونم در بازی نکردن، بازی در بازی نکردن، نمیدونم چی میشه گفت. نون جو بازی در بازی، نه بازی بی بازی. یعنی بازی میکنی ولی بازی، یعنی حضور داری و طوری میشه که اینها لازم ملزوم میشن. یعنی اگر زن نباشه مردی وجود نداره، اگر مرد نباشه زن وجود نداره. این دوتا با هم چنان مربوط میشن که زن با اینکه تمامی حرفا رو میزنه و میگه تو حالا دیگه هیچ نمیتونی بگی، بذار من حرفامو بزنم، حالا دارم حرفامو من میزنم، با این حال ابراز عشق میکنه بهش، عاشقشه. این بر من اتفاق جالبی بود که افتاد. بعد توی دکوپاژ در واقع سناریو به این صورت بود که یه جایی فلش بک میشد تو داستان که مرد با کنار همسرش خوابیده، شب نصف شب یا از خواب بلند میشه به زنش شروع میکنه توهین کردن. اینا رو فلش بک هایی بود که میشد چند جا. یا وقتی مرده میومد مثلا فرمان میداد، دستور میداد که مثلا چنین کن چنان کن، اینا همه جزو یهو کارگردان با دستیار اولش فرداش اومدن به من گفتن که می‌خواستیم چیزی بهت بگیم. این صحنه ها رو ما ممکنه که تو مونتاژ اصلا نداشته باشیم، اصلا نخواهیم داشت. من یه لحظه ورچیدم، گفتم آخه این باید یه خاطره تاریخی از ما شخصیت داشته باشه. ببین کی بوده، چی بوده وقتی که تکون نمیخورد، وقتی که تکون میخورده، ببین چه هیولایی بوده این مرد. آخه نبینیم؟ گفتن نه بهتره نبینیم. یه خورده دلم گرفت، گفتم ولی خب این کارگردان که حرف آخر کارگردان میزنه. چشم. وقتی که فیلمو دیدم چه اتفاق خوبی افتاد. اگه ما کوچکترین حرکتی از این میدیدیم، کوچکترین کلامی از این میومد، تمام اون قنا و اون قدرت اون سنگ ازش گرفته میشد. یعنی یه چیزی میشد که فلش بک داریم وقتی داره تعریف میکنه میگه تو چه جوری بودی، خب ما اینا خودمون میتونیم تصور کنیم، احتیاجی نیست. بنابراین خیلی خوشحالم از این اتفاق که نیفتاد. اوایلش وقتی شروع کردیم فیلم برداری رو، یه جایی بود که
کات که میداد گلشیفته من بغل میکرد و زار زار با هم گریه میکردیم. میگم همین من چیا دارم به تو میگم؟ منم گفتم من چی دارم میشنوم؟ من در درونم چیا به تو میگم؟ ولی ما بازیگریم، وظیفه بازیگریمونه، دل خودمون در اختیار میذاریم 100% برای اینکه بتونیم حرفمون رو بزنیم. و من میگفتش که تو اگه نبودی من نمیتونستم نقش بازی کنم، برای اینکه این انرژی که تو با هیچی با من میفرستی به من کمک میکنه برای کار. و من هم همونو بهش میگفتم. مثلا منم شاید نمیتونستم در مقابل کسی دیگه اینجوری بی حرکت بمونم. این در واقع اون اتفاقی بود که همدلی بود که با هم دیگه به عنوان بازیگر برامون اتفاق میافتاد و با درایت تمام این کار رو عتیق میکرد، با سادگی تمام. و گروهی که اونجا بودن، چه فرانسوی‌ها چه مراکشی‌ها و ایرانی‌ها، همه چنان با همدلی کار کردیم که مثلا 5 هفته در واقع فیلم برداری 5 هفته عشق و لذت و همدلی و کار و اینها بود. یعنی اون چیزی که به عنوان تماشاچی میبینه آدم، این داستانیه که این داستان در واقع یه چیزی رو از جامعه‌ای نشون میده که در واقع مرد رو تبدیل کرده به شکنجهگر یک زن و شکنجه. و اگر این اتفاق نیفتاده بود این مرد هرگز نمیفهمید چه بلایی در سر زنش میاره در واقع و این رابطه ادامه پیدا میکرد. اگر این رابطه خشونتی که وجود داره در این فرهنگ و رفتار بزن. در این مورد خودت چه چیز تازه‌ای کشف کردی؟ یعنی آیا چیزی، یعنی فکر میکنی که چنین جامعه‌ای رو میشناختی یا چنین رابطه‌ای رو یا نه؟ اینجا همچین پدیده فقط افغانستان و ایران و کشورهای حالا میدونیم که چی میگیم اونا نیست. در همین فرانسه اتفاق میفته، در آمریکاش اتفاق میفته، در همون دنیا اتفاق میفته. تو همین فرانسه خیلی اتفاق میفته. شما کافی که فرانسوا رو واکنی ببینید که هر شب یک زن فرانسوی مورد حمله مرد فرانسویش قرار گرفته. این ولی شکلش فرق میکنه. این در یک جامعه اتفاق میفته که از جنگ هم رنجیده، فقر و بدبختی و رنج و همه چی هست. این پدیده هم هست دیگه نور علی نور میشه. این مرد یک تیر خورده، یک گلوله رفته گردنش، اونم سر یک دعوای شخصی، مشاجره شخصی با یک شخصی که مثلا مشکل سیاسی با هم داشتن، یه سری با هم دیگه پروندن، بعد اون فوش مادر داده بهش. این فوش مادر رفته یارو رو مثلا جر و جر کنه که یکی اون پشت یه گلوله میندازه که این میاد رو گردنش و این سلسله اعصابش رو مختل میکنه و این میشه گیاه. یعنی روز 16 که داستان شروع میشه. میگه الان روز 16 هستیم که تو اینجا دراز کشیدیم، پس چرا خوب نمیشی؟ که بعدن دقیقاً همونجوری که گفتی اگر این اتفاق نمیافتاد خب داستان ادامه پیدا میکرد و این اتفاق نمیافتاد، این فیلم ساخته نمیشد. بنابراین باید یک تنش، یک کنفلیکت باید ایجاد میشد که بتونه این اتفاق بیفته. و زن وقتی وارد داستانش میشه میره تو داستانش و مردهای زندگیش کی بوده؟ پدرش، یکی از کسایی که اولین کتک‌ها رو بزده و اولین اشرافی که شده از طرف پدرش بوده که این بلدرچیناشو به همه ما ترجیح میده و این بچه این بلدرچینو به هم داره میذاره گربه بخوره و گربه اینجاشو بنجول میکشه و حالا فرصتی است که تمامی حرفاشو بزنه و حرفاشو میزنه تا اینکه با عمش در رابطه قرار میگیره و عمه بهش میگه که ما یه داستانی داریم به نام سنگ صبور که اگر تو بشینی بالا سر این 40 روز ورد بخونی و اینها و بگی این آخر سرش میترکه. و این انفجاری که اتفاق میفته، عتیق به من گفتش که به نظر تو این وقتی که منفجر میشه چی کار میکنه؟ گفتم خب دو حال خارج نیست دیگه، یا میگه عزیزم معذرت میخوام این همه سالا من آدم عوضی و بی خودی بودم و منو ببخش، یا اینکه میکشش دیگه. گفتم حالا تو کدومشو میخوای؟ گفت به نظر تو این آدم میشه؟ گفتم جای شانس برای آدم شدنش میشه گذاشت، ولی شاید این شخص
آدم نشه، ولی دلیل نیست که هیچ مردی آدم نیست. گفتم اگه بخوایم میافتیم اون طرف افراط، یعنی میگیم که همه مردا مچو و پدر سوخته هستن، همه زنها طیب و طاهر، اون که باز میشه سیاه و سفید. به نظر من باید ببینیم که داستان چی میطلبه. و به نظر من داستان میطلبه که این آدم نمیشه. گفتیم پس یه جایی بذاریم، جای شک بذاریم. وقتی که این باز میتره که چشاش باز میشه میره طرف زن، یه جوری میره طرف این زن که ما احساس میکنیم میخواد بره زن رو ببوسه، ولی وسط راه میشه که تصمیمش عوض میشه و خفش میکنه. یعنی اتفاق اینجوری میشه که ما وقتی میایم به طرفش یه جوری میره طرف این که اصلا هیچ انگار هیچ نفرتی در وجودش نیست. بعد اینجا که میرسه نفرت میاد که زن به واسطه اینکه اون خنجر رو در پهلوش افتاده بوده اون رو برمی‌داره برای اینکه از خودش دفاع کنه، خنجر رو میشونه در بطن این مرد و مرد میمیره. چیزی که باز میگم بر من جالبه اینه که این زن عاشق مردشه، میگه تو هرگز منو نبوسیدی، حالا که دراز کشیدی من میبوسم و میبوسش. یا حتی مثلا صحنه‌ای که میخواد مرد رو بشوره، یه صحنه خیلی نزدیک و یک رگه خیلی ریزی از اروتیسم توش هست، ولی پورنوگرافیک نیست، خیلی ظریفه. برای اولین بار داره مردش دست میزنه، داره پوستش رو لمس میکنه، چیزی که اصلا جرأت نداشته هرگز این کارو بکنه. مرد میومده همینجوری اصلا نمیفهمه چیکار میکنه و میرفته. اونجاست که باز یه مسئله دیگه اجتماعی رو مطرح میکنه و اون که مادر این مرد میگفته که این زن عقیمه، سترونه و نمیتونه بچه داشته باشه، در صورتی که نبوده، مشکل مرده بوده. و عمه بهش میگه حالا بیا یه کاری بکنیم، بیا من یه کسی میارم به تو چشاشم میبندیم که این با تو نزدیکی میکنه و تو حامله میشی و این حامله میشی و جشن سرور میگیرن. دلیل اینه که حالا مثلا صاحب نوه شده. یعنی تمام این جوابهایی که یک زن توی جامعه باید به اطرافیان خودش بده، به مردش باید جواب بده، به مادر شوهرش باید جواب بده، به پدرش باید جواب بده، به همه باید جواب بده. و زندگی خودش چی پس؟ من برام واقعا میگم به عنوان یک مرد همیشه به خودم اینو گفتم و برام همیشه ثابت شده بوده که احترامی که برای زن دارم چیزی نیست که فقط در حد این که در باز کنم اول شما بفرمایید یا مثلا بریم رستوران مثلا من پول میذارم من حساب میکنم. نه این نیست. من فکر میکنم که من به عنوان یک مرد از دو قسمت زن و مرد تشکیل شدم. اگر من قسمت زن خودمو، نیمه زن خودمو زندگی نکنم، نیمه مردم میفته زمین. من باید هر دوش داشت. برای اینکه به تعادل برسم باید هم زنمو زندگی کنم هم مردمو. و این چیزیست که بسیار مشکلی در جواب مثل مال ماها. یعنی سخته دیگه. مثلا به من زن میگه زن چه حرفا، زنم خودم آقا سیبیلا رو ندیدی قربون. نه سیبیلاتو دیدم ولی خب به سیبیل نیست. منم مادر زنان چیزی نمیابم، گران همزاد را روزی نیابم ناگهان خاموش. برای من احترام من به زن انقدر که من جوابش رو پس میگیرم، میبینم که زنان به من احترام میذارن. چرا؟ برای اینکه این احترام متقابل چیز میشه، حس میشه. و برای من واقعا یک اتفاق خیلی خوب و بزرگی بود که بتونم تو این فیلم بازی کنم و حرفایی که دلم میخواست رو در درونم بزنم و حرفایی است که خوشبختانه شنیده شد و خیلی جالب بود. یک مثال میارم، نه به خاطر اینکه اسم اینها، طاهر بنجلون اومده بود یکی از پروژکسیون‌ها رو دیده بود
آمد طرف من گفتش که خیلی دوست داشتم کارتو. من گفتم با یکی دوست گفتم ببین آقای طاهر بنجلون گفت بنجلون چه من در مورد صحبت میکنم، در مورد دارم صحبت میکنم در این کار. گفت من فیلم رو نگاه میکردم، فیلم به زبان دریه، فارسی دری، زیرنویس داره. خب داستان رو تعقیب میکردم. بعد دیگه رفتم تو داستان، دختر حرف میزد، من تو رو نگاه میکردم و حرفایی که اون میزد جوابشو از تو میگرفتم. گفتم این بهترین کمپلیمانی که میشه گرفت از یک نویسنده معتبر، نه به خاطر اینکه مثلا نظر ایشون باشه نظر خیلی این نباشه، ولی برای اینکه با خلوص نیت اینو گفت. و تأثیری که گذاشت این بود که چی بگم، یک جاییست که وقتی تو خودتو صفر میکنی، صفر و یه یک اونجا نشسته، اونجا یک رقم ایجاد میشه. یعنی اینکه تمام این صفر میره تو اون یک و اون یک انقدر قوی میشه. نقش زن تو این فیلم انقدر قویه که این نقش مرد درسته که صفر هیچ اتفاقی نمیفته ولی یک اکیلیبر ایجاد میکنه، یعنی یک و صفر میشه 10. من توی روایت فیلم برام یک سوالی پیش اومد وقتی فیلم رو دیدم، اینی که این فیلم یک دست جلو میره و به یه شکل به قول قدیمی ها واقع گرایی و یا ریالیستی ما میبینیم که بله این آدم در حالت طبیعی توی کماست و روزا میگذره و هیچ اتفاقی هم نمیفته و حرفای زن رو هم میشنوه. بعد این مرد دوباره زنده میشه وقتی که قضیه خیلی ناموسی، البته قضایای ناموسی دیگه اتفاق میفته یا بی‌ناموسی دیگه اتفاق میفته. این دوباره زنده شدن شد دلیلشو میشناسی؟ دلیلشو میدونی چیه؟ من نفهمیدم. دلیلش همون رو تیتره، ببین سنگ صبور، یعنی در واقع اون انفجار است، یعنی منفجر میشه، یعنی اون اتفاق خرافی هست در کلام. ممکن سنگ صبور خب اون معنی که چیز نداره که ما تمام قصه‌های دنیا رو داشته باشیم، بدهی و گرفتاری و فلان داشته باشیم، سنگ بزنیم جلو خب سنگ نمیتره که، ولی اتفاقی که هست چجوری یک چیز خرافی، شاید یک دستاویزی برای اینکه آدم بتونه دردهاشو بگه به واقعیت تبدیل میشه. یعنی این مرد یهو اینقدر، یعنی میبینیم که میشنیده همین چیزها رو، اینقدر با خودش جنگیده که خودش رو برگردونده به زندگی. زن میگه که من تو رو پس من پیغمبر شدم برای اینکه تو رو به زندگی برگردوندم، به تو زندگی بخشیدم، تو رو زندت کردم. یعنی اگر این مرد زنده میشد و میگفت عزیزم معذرت میخوام قربونت برم، زنم بغلش میکرد میگفت آره میبخشمت و بیا با هم دیگه زندگی کنیم. مثلا شاید این اتفاق میفته، یعنی قاعدتا باید این اتفاق بیفته، توی رئالیسمش بگی بریم. ولی باز برمیگردم به سوالی که تو کردی، اینی که اگر ما این رو به عنوان سنگ صبور بگیریم، به عنوان سنگ بگیریم، این باید یه جوری منفجر بشه، مگر اینکه منفجر نشه و بمیره. یعنی یا دیگه نفسش قطع و زنه اینجوری کنه دیگه اصلا دیگه هیچی دیگه نفس هم نمیکشه و تموم میشه. پس انفجاری صورت نگرفته اون وقت، یعنی سنگ صبور منفجر نشده. یعنی این متافور در واقع به چیز نرسیده، به نتیجه نرسیده. نظر من ولی چون زبان روایتگر فیلم عوض میشه، یهو وارد این زبان روایتگر واقع‌گرا تبدیل به یک آخر فیلم به فلسفه وجودی سنگ صبور رو باز کنه. ولی چون اینا با هم دیگه این شیوه روایتگری با هم تطبیق ندارن، از یک دست نیستن، اینی که منو گمراه کرد نفهمیدم این چرا زنده شد و چه ربطی به پیغمبر و خدیجه و اینا داشت که اصلا هیچ شدن. من درک خودمو بگم از این قضیه. تو هم دیدی با این مسئله برخورد کردی؟ نه، درک من اینه که
آدم‌هایی مثل ما، یعنی آدم‌هایی که با این نوع روابط داریم مبارزه میکنیم و ما را اذیت میکنه، اگر ما تعریفش میکنیم به یک دلیلی تعریف میکنیم که بخوایم ردش بکنیم. به نظرم زیبایی این قضیه، به خصوص وقتی من با حمید صحبت کردم، اینه که آدم‌های مدرن آدم‌هایی هستن که راجع به زندگی خودشون میخوان تصمیم بگیرن و تقدیر و روایات خدایان رو یا نمایندگان خدا رو در زمین نمیخوان بپذیرن، میخوان خودشون تأثیر بذارن و زندگیشون رو در واقع کارگردانی کنن و یا فکر کنن و یا عکس العمل نشون بدن. به نظرم حتی در مورد استفاده کردن سنگ صبور این انفجار برای من اینه که در واقع یک اقدامی اگر تو زندگیت نکنی تو مردی. مرگ رو دیروز بهمن محسس هم میگفت، مرگ رو زندگی کردن مرگه، زندگی کردن مرگه که سخته. خب یعنی چطوری تو اقدام میکنی در زندگیت، این اقدامی که خودت تصمیم میگیری، این عکس العمله که به وجود میاد. اون مرد به دلیل ناموسی میخواد زنه رو خفه کنه، یعنی آدم شدنی نیست. جمله‌ای که خودت گفتی من از حمید پرسیدم، گفتش که این حیوان آدم نمیشه. اصلا گفت این حیوان آدم نمیشه، وقتی یعنی زنده میشه برای اینکه زنشو بکشه. خب در حالی که ما امیدوار بودیم زنده بشه ولی آدم بشه، یعنی نخواد زنشو بکشه. این در واقع توی کار خلاقه به عنوان بازیگر یا به عنوان کارگردان یا کاری که تو میکنی، تمام کاری که توی این حرفه وجود داره توی کار هنری اینه که ما چی میخوایم اتفاق بیفته. ما میخوایم رد بکنیم این سر قطرهای ناموسی یا عکس العمل عقب مونده یا بی فرهنگی یا عقب موندگی رو ما به عنوان آرتیست و ما به عنوان آدم زنده میخوایم که این نباشه. و این زن به نظر من فکر کردم این یک اتفاق عجیب زیبایی در آخر فیلم افتاده که این اتفاق زیباست، در حالی که من نه داستان رو دوست دارم، نه روایت عتیق رحیمی رو دوست دارم، نه این نوع داستان‌ها رو در سینما و تئاتر دوست دارم. اینا رو من میذارم کنار، این سلیقه شخصی خود منه. ولی به عنوان آرتیست وقتی نگاه میکنم به عنوان آدم به 2 تا نمای فیلم در آخر فیلم وجود داره، اینه که وقتی این زنده میشه که بکشه این زنی رو که در واقع الان 1 و این 0، در واقع اینو هیچ آدم عقب مونده متحجر دینی تو این جوامعی قبول نمیکنه. این زنده میشه که اونو بکشه و اون به جایی رسیده که میتونه از خودش دفاع کنه، میتونه حقیقت رو بگه. و توی این درسته که این زن رو خفه میکنه و اینم اون خنجر رو میزنه، ولی این زن لبخندی به دوربین میزنه که اون لبخند پیروزیشه، یعنی اینکه من تونستم این تحجر رو از بین ببرم، حتی اگه مرده باشم یعنی حتی اگه میمیرم پیروزم. این برمیگرده به اون در واقع انسانیتی یا معنای رهایی و آزادی که دیگه قهرمانان کتاب‌ها و قهرمانان اصلی تاریخ براش بلند شدم و کار کردم و مبارزه کردم. به نظر این نکته تو اون لبخند واقعا خیلی خوب بازی کرده، تو اون لبخند گلشیفته یک جور پیروزی انسانیت بر بربریت، بر عقب موندگی به هر شکلش، بدون اینکه بخوایم در یک کار آرتیستیک و شعر دیگه که تو متخصصش هستی، همطور که راجع به سیمرغ، راجع به منطقه طیر عطار راجع به این صحبت میکنه، وقتی وظیفش این نیستش که برنامه اجتماعی بده یا برنامه سیاسی بده یک آرتیست، وظیفش اینه که اون امید رو بده که اگر تو بخوای میتونی نابود کنی فشار رو، نمیدونم مشکلات رو، مشکلات سیاسی رو، مشکل همین که برای آدم سولجه میشه، یعنی آدم خوشحال میشه وقتی این ضرب المثل رو، به نظر من این ضرب المثل رو در واقع حتی ضدش میره. ضرب المثلی که سنگ صبور میترکه و نابود میکنه
نابودی نیست، در این نابودی یک تولدی هست برای فهمیدن یک موضوع لااقل، برای فهمیدن این که این بربریت، در واقع این سوالی بود که من داشتم، این که اگر چه چیزی در تو این همه تجربه کاری که داری، چه چیزی آیا در تو چه تأثیری گذاشت، چه عکس العملی بعد از این فیلم؟ یعنی یه نوع کاریه که وقتی آدم چنین تجربه‌ای رو زندگی میکنه در زندگی شخصی خودش هم یه تأثیر میذاره. من اینطوری فهمیدم، یعنی با بحثای و واقعا با بحثایی که با حمید کردم اصلا متوجه شدم و بازی واقعا فوق‌العاده درخشان گلشیفته فراهانی و حمید زندگی رو به یک متنی دادن که از توانایی فکری خود ژان کلود کاریر و عتیق رحیمی جلوتر رفته، یعنی از اون جایی که اینا کار کردن جلوتر رفته به نظر من. فقط این تصویری که اصلا این تصویری که تو اون صحنه آخر بین این دوتا بازیگر اتفاق میفته، یهو همه به نظرم همه رو میکشه یک کمی بالا، انسانیت و تماشاچی رو، همه چی رو. واقعا این پلان صحنه آخر شما به همه چی میارزه. با زهره و مهری صحبت میکردیم، اصلا زهره و مهری چون اون پلان جوونه رو که گذاشته از پنجره میاد، اصلا اینطوری بود که این زنده میشه و با اون جوون میره زندگی اون چیزی که به هر حال توی روایت هپی اند توی فرهنگ ما وجود داره که به هر حال خوشبخت میشن و از همه چیز رها پیدا میکنن. یعنی این مفهوم هم برای بعضی از تماشاچی ها هست، ولی واقعا یعنی به این دلیل من خوشحالم اگر 3 نفرم اینجا بودن این گفتگو پیش بیاد که یه جایی ثبت بشه، برای اینکه این اتفاق و قدم به طرف یک قدم جلو رفتن و فهمیدن اتفاق افتاده. من اینجوری فهمیدم، حالا نمیدونم شما و بقیه کوچولو من میتونم این فیلم در ایران هست، مردم دیدن میرن دیویدیشو میخرن 1000 تومان، یعنی مثلا 10 سانتی میدن چند دیگه 1000 تومان 50 سانتی مثلا. خیلی دیدن این فیلمو، کلیتش هم خیلی خوبه، یعنی کیفیتش هم خیلی خوبه، رفتن دیدن اینم. بعد من چمخشار ما بودم، 2 تا جوان رو دیدم که دیده بودن، دانشجوان اینجا در ایران دیده بودم، گفتن که خیلی خوب بود فیلم، خیلی، ولی یه خود که مردا رو بعد جوری چیز کردین ها. گفتم ببین چرا به خودت گرفتی؟ گفتم تو اون تو نیستی، اون منم نیستم عزیزم، اون یک نمونه است، یک نمونه است از یک سری آدم دیوانه، حیوان، خشن، بر ما حکومت میکنن. دقیقاً همینه. یعنی این چیز عجیب غریبی نیست. یعنی ببین من همونقدر که اگر جریانی باشه، جریان زنانه‌ای باشه که از مردها متنفر باشه، خب من نمیتونم دوستش داشته باشم. میگم چرا از من متنفری؟ من آخه چه چیزی نیستم، من اونا نیستم. اگه تو مشکل تاریخی با مرد داری، من اون مرد تاریخ نیستم. من مردیم که خودم زحمت کشیدم، کار کردم. اینجوری نیستش آخه داستان. یا برعکس مشکل زنها همشون اونم با اونم حرفی ندارم. یعنی چی؟ اصلا با مرد نیست، مبارزه با مرد نیست، با فرهنگ مرد. و این خیلی همین که حمید داره میگه در واقع به یک زبون دیگه، ولی من با زبون خودم با فرهنگ مرد زبون شما بهتره. با فرهنگ مرد و این فرهنگ مرد همونقدر تو مرد هست تو زنا هست. ولی یه صحنه بسیار زیبا داره. اون اول فیلم موقعی که این مسترسل آب نیست، نون نیست، این باید بره شاید اون چیزش رو، عمه‌ش رو پیدا کنه، شاید از اون بتونه کمک کنه. بعد اون چیزش رو، برقش رو به قول معروف چیه میکنه سرش و بعد میگه که میتونم برم. اون اصلا داره بعد میگه اه شما اجازه میگیرم. یعنی انقدر یه فرهنگش هست که بدون این اجازه شوهر نباید بره
که اون که الان به صورت یک آدم در کماس و اصلا هیچ نمیشنوه نمیبینه نمیتونه کاری بکنه بی اختیار ازش چیز میخواد ازش اجازه میخواد. صحنه‌های اینجوری این فوق العاده که دو چیز فقط این نیست که داره شکایت میکنه، اون داره با فرهنگی که توش هست داره مبارزه میکنه. صحنه‌ای که این داره با قرآن، این قرآن رو 100 بار میاره معذرت میخواد بزرگ، یعنی به نظر من چیزه یعنی فوق العاده است. این هر دفعه که میاد از احساسایش صحبت میکنه که همیشه در حقیقت ممنوع بود از صحبت میکنه. این که بهش میگه که تو یادت میاد من و تو ازدواج کردیم موقعی که تو جنگ بودی و من چون نامزد تو بودم تو 17 سال بیشتر دیگه نمیتونستم بمونم، باید عروسی انجام میشد. بس تنها فلشبکی که هست برمیگرده به این عروسیه و نشون میده که این غمگین نشسته ولی همه دارن گریه میکنن و همه دارن میرقصن و اینا و ازدواج انجام میشه. بعد اون میگه یادت میاد تو وقتی اومدی من از پشت بعد از 3 سال انتظار تو از پشت پنجره داشتم نگاه میکردم، قلبم داشت از گلوم میومد، چه حالی داشتم. ولی تو اومدی از خودم سوال میکنم اصلا منو دیدی من تمام وجودم برای تو بود ولی تو به جنگت فکر به اونایی که تو جنگ بودن فکر می‌کردی و از اینجاست که شروع میکنی. در حقیقت این زن هرگز وجود نداشته برای اون مرد و این تمام وجودش برای اون مرد. این آموزشه. مرد اینجا نیست برای زن یک چیز همونجوری که یخچال میخره، همونجوری که فرش میخره برای تکمیل زندگی خودش یه زنم و این اصلا مال افغانستان نیست، مال این فرهنگه. یعنی یه فرهنگی که درش زن ملک مرد. من یه چیزی که تو این فیلم خیلی خیلی واقعا منو گرفت این که یه خواسته یک زن چقدر ساده و چقدر زیباست. یعنی در واقع چیزی نمیخواد جز یه عشق ساده از شوهرش و خیلی هم متاسفانه اینو اصلا گوش نمیکنن مگر اینکه توی کمایی باشن که نتونن حرف بزنن و اون بشنون وگرنه اینو میگه برای اولین بار من میتونم حرف بزنم برای که هر حرف بزنم نمیذاره که خیلی متشکرم برای توجهتون ممنونم. و خیلی خوشحالم که اینقدر توجه داشتیم به این فیلم. از طرف شما از عتیق تشکر میکنم و بهش میگم که شما چقدر لطف کردین که در مورد کارش صحبت میکنین اینها و ما به عنوان بازیگر بودیم که در حال کارمون رو انجام دادیم، ولی این که الان دور هم هستیم و در مورد این فیلم صحبت میکنیم خب خیلی با ارزشه و مرسی از اینکه من این امکان دادین که باید صحبت کنم.